امروز میخوام داستانی رو براتون تعریف کنم که شاید زندگی خیلی از شما رو تغییر بده. یه ماجرای واقعی از دل تاریکی و ناامیدی، اما با پایانی که شاید اصلاً انتظارش رو نداشته باشید. تا حالا شده توی زندگیتون احساس کنید که توی یه بن‌بست گیر کردید؟ جایی که نه راه پیش دارید و نه راه پس. امروز قراره داستان کسی رو بشنوید که درست در همین نقطه بود. جایی که فکر میکرد دیگه هیچ امیدی نیست، اما یه اتفاق ساده و یه دیدار باعث شد همه چیز براش تغییر کنه. این داستان فقط یه ماجرای شنیدنی نیست، بلکه این یه دعوت به خودمونه برای اینکه یه لحظه به مسیر زندگیمون فکر کنیم. تا آخر این ویدیو همراه من باشید، چون در پایان به نکته‌ای میرسیم که میتونه نگاه شما به زندگی رو برای همیشه تغییر بده. سلام به همه شنونده های عزیز. امروز داستانی واقعی و تأثیرگذار رو میخوام براتون تعریف کنم. داستان مردی که در زندگیش گم شده بود، اما در نهایت راهش رو پیدا کرد. این داستان از زبان خودش روایت میشه. کسی که از اوج ناامیدی به آرامش و ایمان رسید. اسم من علیه. چند سال پیش توی یکی از سخت‌ترین دوره‌های زندگیم بودم. همه چیز از دست رفته به نظر میرسید. شغلم رو از دست داده بودم. بدهی‌هام بیشتر از درآمدم شده بود و مهمتر از همه احساس می‌کردم خدا من رو فراموش کرده. همیشه فکر می‌کردم آدم قوی هستم، اما این بار همه چیز متفاوت بود. تا اینکه روزی توی خیابونی قدم می‌زدم و ذهنم پر از افکار منفی بود. به آینده فکر می‌کردم و حس می‌کردم دیگه امیدی نیست. توی همین حال و هوا بودم که متوجه شدم یه پیرمرد کنار خیابون نشسته و داره با صدای بلند کتابی رو می‌خونه. نزدیکتر شدم و دیدم داره آیه‌ای از قرآن رو می‌خونه. ان مع العسر یسرا. همانا با هر سختی آسانی است. چیزی توی دلم تکون خورد. انگار این جمله برای من بود. نمیدونم چرا، ولی نشستم کنارش و گفتم شما واقعاً به این آیه اعتقاد دارین؟ چون من دیگه نمیتونم به چیزی امیدوار باشم. پیرمرد لبخند زد و گفت پسرم، هیچ سختی توی این دنیا نیست که بدون حکمت باشه. خدا تو رو فراموش نکرده و تویی که ازش دور شدی. اون لحظه نتونستم جواب بدم. حرفاش توی ذهنم موند. شب وقتی برگشتم خونه باز به جمله پیرمرد فکر میکردم. برای اولین بار بعد از ماه‌ها تصمیم گرفتم به مسجد برم. وارد مسجد شدم و گوشه‌ای نشستم. خیلی آروم بود. نماز جماعت تازه تموم شده بود و چند نفر مشغول دعا بودن. چیزی که نظرمو جلب کرد مردی بود که با صدای بلند دعا میکرد. از ته دلش حرف میزد و اشک میریخت. نمیدونم چرا، ولی حس کردم باید برم و باهاش صحبت کنم. وقتی دعاهاش تموم شد بهش نزدیک شدم و گفتم حس میکنم شما یه چیزی دارین که من ندارم. میتونین راهنماییم کنین؟ اون مرد که اسمش احمد بود لبخندی به من زد و گفت برادر، هر چیزی که دارم از توکل به خداست. وقتی همه چیز رو به خدا بسپاری، خیالش روحت رو آروم میکنه. احمد اون شب داستان زندگی خودش رو برام تعریف کرد. گفت چطور زمانی که همه چیزش رو از دست داده بود، به جای شکایت کردن به خدا توکل کرد. شروع کرد به خاطر کوچکترین چیزها شکرگزاری کردن و به تدریج زندگیش بهتر شد. اون حرفا مثل آبی بود که روی آتیش درونم ریخته شد. برای اولین بار فهمیدم مشکل من این نبود که خدا من رو فراموش کرده، بلکه این بود که من خودم رو گم کرده بودم. از اون شب شروع کردم به تغییر زندگیم. هر روز صبح با دعا و شکرگزاری بیدار می شدم، حتی اگه چیزی برای شکر کردن نداشتم. یاد گرفتم که خدا همیشه همراه ماست، حتی وقتی ما نمیبینیم. بعد از مدتی زندگیم تغییر کرد. کار جدید پیدا کردم. بدهی‌هامو کم کم صاف کردم و مهمتر از همه احساس کردم خدا همیشه کنارمه. حالا وقتی به اون دوره سخت زندگیم فکر میکنم
میفهمم که اون سختی ها لازم بودن تا من چیزی رو یاد بگیرم که هیچ وقت فراموش نکنم. توکل به خدا تنها راهیه که میتونه ما رو از تاریکی به نور برسونه. دوستان عزیز، شاید شما هم الان توی زندگیتون با مشکلات بزرگی روبرو باشید. شاید حس کنید دنیا علیه شماست یا خدا شما رو فراموش کرده. اما یادتون باشه هر سختی یه حکمتی داره و خدا هیچ وقت از بنده هاش دور نمیشه. فقط کافیه ما قدمی به سمتش برداریم.